یه همچین جمع‌هایی 20% آموزشه، 80% ارتباط و شبکه سازیه. تو باید بیا اینجا خودتو معرفی کنی به دوستانت، به دیگران. اصلا ما چرا توی جمع‌های این چنینی میریم؟ من میرم تو این جمع‌ها تا بتونم خودم معرفی کنم، 2 نفر من رو ببینن تا همون اتفاق بیفته. چون بهت گفتم تا حرکت نکنی دری به روت باز نمیشه و تا وقتی که دیده نشی پس دیده نمیشه. پس من میام تو این جمع‌ها که بیشتر دیده بشم تا دوستان سطح بالا پیدا کنم، مثل شما عزیزان. همه اهل دانش، اهل پیشرفت، اهل رشد و شکوفایی. چی از این بهتر؟ شماها رفتین اون قله هرم ماسلو. درسته کفم مهمه، نیازهای فیزیولوژیک قطعا مهمه، شرایط مالی قطعا مهمه، ولی دیگه شماها رفتید و بالا بالاها و میخواید از اون قله تمام رو پوشش بدید. انگار که رفتم رو قله وایسادم و میخوام به اطراف خودم نظر بکنم. شماها در این جایگاه هستید و برای همین دوستی با شماها قطعا ارزشمنده. خب آماده هستیم که بریم وارد مبحث سخنرانی بشیم؟ بله. این آموزشی که بهتون میدم دوستای من برای اینه که بتونید انشاءالله در آینده نزدیک سخنورهای قابلی بشید. یه سخنور قبلش بیایم تعریف بکنیم چه جور آدمیه. فردیه که بتونه به خوبی انتقال مفاهیم بده، ساده سازی بکنه، نه اینکه قلمبه سلمبه بیاد اینجا صحبت بکنه یکی بفهمه یکی متوجه نشه. اگه تو سخنوری باشی که بتونی با قدرت و صلابت حرف بزنی و اون چیزی رو که بلدی ساده سازی بکنی یا تحویل دیگران بدی، تو اون روز میتونی بگی که من سخنور خوبی شدم. برای اینکه سخنران خوبی بشی نیاز هستش که یک سری اقدامات رو حتما انجام بدی. قبل هر چیز شوخی که نداریم با هم دیگه، باید روی فن بیانمون کار کنیم دیگه، درسته؟ مگه میشه من سخنران خوبی باشم ولی فن بیان بلد نباشم؟ باید بتونم به خوبی ارتباط بین کلمات، ارتباط بین واژگان رو پیدا بکنم. اینو به این ربط بدم، اونو به این ربط بدم. باید بتونم اول خوب بنویسم و بعد خوب بیان بکنم. و این میشه چی؟ میشه هوش کلامی. هوش کلامی رو باید بتونم بسازم. اگر اینجا یه دفعه میکروفون کار نکرد، مهار نکنم. در این صورتی که مسلط میشی دیگه بیان خودت. اگه تو آدمی هستی که تحت یه شرایط کوچیک خیلی سریع قاطی میکنی، هول میکنی، حالا کار داری. هنوز کار داری. نمیگم بذار کنار، ولی هنوز کار داری. میخوام تفاوت سخنور و سخنران رو بهتون بگم. سخنور به فردی میگن که در استفاده از زبان و بیان کلمات مهارت داره و میتونه به شکلی تأثیرگذار و زیبا سخن بگه. و سخنران فردیه که برای یک جمعیت سخنرانی میکنه، معمولاً در یک گرد همایی، همایش یا رویداد عمومی. هدف اون انتقال اطلاعات، ترغیب یا آگاهی سازی به مخاطبه. جالب اینجاست که هر سخنوری میتونه یک سخنران خوب باشه، اما هر سخنرانی نمیتونه یک سخنور ماهر باشه. حالا با توجه به این تعریف شما ترجیح میدین کدوم یکی باشین؟ یک سخنران ماهر یا یک سخنور تأثیرگذار؟